عندلیب هنر بال پروازی بکشاده و همچنان تنتنه دارد در فضای بی‌غبار وطن. ما وقتی که با این جشن با واردگاه زل هنری میشیم میبینیم که در اندلیب در حقیقت آن چهره‌های جوان شناخته که امروز قدم میمانند همسال استقلالند و آنها بسیار فخر میکنند که در چنین دولت در حالت تنجی در حالت زندگی میکنند که تمام خوشی‌های زندگی برای آنها فراهم است. این بهترین گنجینه فرهنگ تاجیک است که امروز ملت ما بار دیگر اثبات میکند که خلق تاجیک هنرمند است و آنها از ازل این عنعنه‌های فرهنگی خود را نگاه داشتند و امروز رو به ترقی